سلام، من سپید برنا هستم. اومدم بهتون آموزش این برگ آبرنگی رو بدم. برای شروعش من زمینم رو خیس کردم و رنگام رو گذاشتم. وقتی که خوش شد رفتم سراغ حجم دهیش، به این شکل که رنگام رو به صورت رقیق درست کردم ولی کمالات، که بتونم لایه لایه بذارم و لایه به لایه تیره بکنم. ما یک دفعه رنگ تیرمون رو برای قسمت هایی که حالا پر رنگ هست و تیره هست نمیذاریم. چرا؟ چون رنگ تیره نمیشه کم رنگش کرد و ایجاد لک میکنه توی کار ما. ولی اگر که به صورت لایه به لایه ما بریم جلو، هم حجم خیلی قشنگی به کار میده و هم اینکه این اشتباه های آبرنگی صورت نمیگیره. و دقیقا مثل همین کار من کم کم از رنگای سبز روشن‌تر به قسمت تیره تر پرداختم و برای قسمت تیره رنگم من از سبز گرین، یک مقدار رنگ ایندیگو، کمی رنگ بنفش استفاده کردم، ترکیبش کردم و همینجور که میبینی لایه به لایه شروع میکنم به رنگ گذاری. و چون قسمت هایی از برگ من روشنی داره، من حتما اون قسمت های روشن کارم رو حفظ میکنم، چون همین این حفظ کردن خود برگ ما، قسمت های روشنیش باعث ایجاد حجم توی کار میشه و خیلی زیبا به نظر میرسه. و اگر که ما اون قسمت رو رنگ گذاری کنیم، باعث میشه که کار ما کدرتر به نظر برسه موقعی که داریم رنگ برمیداریم و همین که اون حجمی که میخوایم رو به کار ما نمیده. دقیقاً برای اون قسمت بعدیش هم، برای سمت راست برگمون هم این کار رو انجام میدیم. همینجوری که ملاحظه میکنین من رنگ اولیش رو گذاشتم برای قسمت راست و بعد از خوش شدنش بخشش میکنیم و قسمت به قسمت هر کدوم از این رنگ برگامون رو لایه به لایه رنگ میذاریم. و الان اگر که نگاه کنید من دارم اون قسمت هایی از رنگم که مونده بود فیدش میکنم. برای فید کردنش هم اینجوریه که قلممون رو میشوریم و بعد از شستنش آب اضافی رو میگیریم و اون قسمت رو آروم آروم رنگ رو تو مقوا محو میکنیم. محکم نمیسابیم این کار، چون باعث میشه بافت مقوا از بین بره. مقوایی که من استفاده کردم مقوای واتر کالریست هستش و اینکه آبرنگم هم آبرنگای سن پترزبورگ و PWC به صورت تویوبی است. امیدوارم که لذت برده باشید.